بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله بدأت فهمیدن أحكام ديار وحكم أصل مردم والساكنين ديار حال مسئله تمیز کردن مؤمن از بین قوم مشرکین و اینکه با کدام ظاهره اسلامی و یا همون شعیره برای شخص در بین این اقوام مشرکین میتونه حکم اسلام بده و همچنین ان شاء الله شبهات اهل ارجاء و تجهم و محمد مدنی و مقلدینش را با دلیل بیان میکنیم ان شاء الله. اقول مستعین بالله ظاهر معتبر. بعدی که فهمیدیم اصل مردم در دیار کفر است و اهلش کافر است عموما و ادله را آوردیم از آیات قرآن که لفظ کفر عموما برای اهل دیار کفر آمده است و با وجود مؤمنین و بیان هم کردیم و همچنین قاعده شرعی را بیان کردیم که حکم با اکثریت عام است نه با کمیاب. حال حکم عام نقض نمیشه مگر با ظاهر معتبر. وقتی که ظاهر معتبر به استثناء واقع میشه حکم عام برداشته میشه. دلیل کتاب المغنی جلد دوم صفحه 400 قال ابن قدامه لأن الأصل أن من كان في الدار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دلیل. هر کی به هر دار باشد از اهل همون دار است، یعنی اگر در دار کفر باشد از اهل کفر است، حکم قوم خود را میگیرد تا زمانی که با خلافش دلیل واقع شود و ظاهر کسی یا با مشاهده یا با شنیدن یا با شهادت مسلمان که توحیدش آشکار است فهمیده میشه. دلیل کتاب قواعد لابن رجب جلد 1 صفحه 338 قال ابن رجب القاعده 59 بعد المئة قاعده 159 میگه اذا تعارض الاصل والظاهر فإن كان ظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والأخبار فهو مقدم على أصل بغير خلاف. اگر اصل و ظاهر در تقابل که دیگر بیاین در تقابل که دیگر واقع شوند و اگر ظاهر حجت بود متوجه باشد هر ظاهر حجت نیست میگه باید ظاهر شرعا قبول شود که با شهادت معلوم میشه با دیدن یا با خبر، بخاطر که ظاهر مقدم است به اصل و دین خلاف نیست. و بارها به دروس قبلی هم ذکر کردیم که ظاهر معتبر او مخالفت قوم است با کفر که هستند، مثل که صحابه دین خود را آشکار کردند و عذاب شدند شکنجه شدند، اما کسی که دین خود را آشکار نکرد پنهان بود هیچ کسی برایش اعتراض نکرد و عذاب هم نشدند. و او اظهار مخالفت قوم و عیب گفتن و تکفیر قوم مشرکین و برات از آنها و الهیشان بود. امروز هم ظاهر معتبر مخالفت قوم است با کفر که هستند، نفل نماز خواندن با اساس همین ظاهر معتبر حکم اسلام را برای کسی که از او ظاهر شده میتیم. قال الله تعالی قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هود علیه السلام با قوم خود میگه که ما الله را شاهد میگیرم و شما هم شاهد باشید از هر چیزی که شما او را پرستش میکنید یا با الله متعال شرک آوردید ما از او بری هستم بغیر از الله متعال. در اینجا هود علیه السلام اسلام خود امیر رقم ظاهر میکنه با تکفیر قوم خود. همچنین الله متعال میگه قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. همین رقم دین خدا ظاهر میکنه میگه ای مردم اگر شما در شک هستین از دین ما پس ما عبادت نمیکنم چیزی که شما عبادت میکنید بغیر از الله متعال، ولکن عبادت میکنم الله متعال کسی را که شما را میمیراند و زنده میکند و ما امر شدیم که از مؤمنین باشم. دلیل دیگر کتاب سیرت ابن اسحاق جلد اول صفحه 139 میگه ثم ان ابا بکر لقي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال احق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتنا وتسفيك عقولنا وتكفيرك آبائنا. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی وقتی رسول الله صلی الله علیه و دید از رسول الله پرسان کرد قریش راست میگه به که محمد میگه الهه ما را ترک کرده است، عقلهای ما را خود شمرده است و به عقل ما را گفته است و پدرای ما را تکفیر کرده است. در کتاب در السنیه جلد 12 صفحه 313 میگه که قال شيخنا الامام في سياق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قريشا الى توحيد وما جري منهم عند ذكر آلهتهم بانهم لا ينفعون ولا يضرون انهم جعلوا ذلك شتما. میگه شیخ ما محمد بن عبدالوهاب در ذکر سیاق دعوت نبی صلی الله علیه و سلم میگه که قریش وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم قریش به توحید دعوت میداد و الهی از اونها را که یاد میکرد که برشان نفع میرسانه و نه ضرر میرسانه، این نفع رساندن و ضرر رساندن را اینا گفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را دوزد دشنام داد. باز میگه که فاذا عرفت هذا عرفت ان الانسان لا يستقيم له الاسلام ولو وحد الله وترك الشرك الا بعداوه المشركين وتصريح لهم بعداوه والبغضاء. میگه تو وقتی را فهمیدی این مسئله را فهمیدی که وقت امو اظهار دین صحابه و اظهار دین رسول الله صلی الله علیه و سلم بود با تکفیرشان با عداوتشان با دشمنیشان حتی
بعدش نام زدن علیهایشان. یکی نفهمیدی میفهمی که اسلام یک انسان هیچ وقت محکم نمیشه و قایم نمیشه ولی میگه الله متعال با وحدانیتش بپرسته و شرک را ترک کند مگر میگه با دشمنی مشرکین اعلان کنه بر دشمنی خود را و نفرت خود را. رسول الله صلی الله علیه و دین خود اظهار کدو به تکفیر قوم خود بود و تکفیر الهیشان بود و خرد شمردن عقلای اونا بود. اما شاعر که مشترک بود بین رسول الله صلی الله علیه و سلم و قریش مشرکین مثل حج، روزه، طواف، نظر، ای همش از بقای دین ابراهیم علیه السلام از پیش به قریش مانده بود. و قریش اصلا هیچ اعتراض نمیکرد به رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه اگر فقط حج میکردن و اصلا تمیز هم نمیشدن به حج میکردن وقتی که قریش مشرکین هم حج میکردن. حتی که حدیثی که در صحیح بخاری آمده است از ام المؤمنین عایشه نمبر حدیث 2002 که حتی مشرکین روز عاشورا را روزه میگرفتن. و همچنین دلیل دیگر قول ابن عباس است که وقتی که اسیر شد با صحابه گفت که لئن کنتم سبقتمونا بالاسلام والهجره والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني. میگه اگر شما سبقت گرفتین به اسلام از ما مسلمان شدین، سبقت گرفتین به هجرت و جهاد، ما قبل شما میگه که مسجد بنا میکردیم، جور میکردیم، حجاج آب میدادیم. الله متعال نازل کرد اجعلتم سقایت الحاج تا با آخر آیات که ظالمین، یعنی تمام از عبادتی که شما کردین از امارات مسجد الحرام و آب دادن حجاج تمامش در شرک بود و در شرک عبادت قبول نیست. امروز ابنای جهم بن صفوان و بشر مریسی آمدن گفتن که نماز و ریش و سلام دادن حجاب شعیره هست. نماز قبوری مشرک صوفی و رافضی دموکراسی حتی طاغوت میخواند و حجاب را خوب مرتدین متدین میکند و ریش را یهود هم میمونند فضل از اینکه اقوام مشرکین ما هم ریش میمونند. باز گفتن که نه دیگه شعیره ها یک طرف نمیشه به اسلام شکم بودن بخاطر دلیل ندارن به او. اگه بگن که حج شعیره است و میفهمن که حج در زمان رسول الله صلی الله علیه و بود ولکن حکم به اسلامش نشد، از او خاطر نماز که خاص از مسلمین بود او را اینا همین تو محکم گرفتن که نماز شعیره هست. نواسهای عمرو بن عبید المعتزلی دین عقلانی دیگه دلیل نیافتن اینا محکم گرفتن و این وحی شیطان از برای زینا. در کتاب مجموع الرسائل والمسائل النجدية صفحه جلد 1 صفحه 744 قال هم بن عتيق فإن يكن قد غركم أنهم يصلون أو يحجون أو يصومون أو يتصدقون فتأملوا الأمر من أوله، وهو أن التوحيد قد تقرر في مكة بدعوة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، ومكث أهل المكة عليهم مدة من الزمن، ثم إنه فشى فيهم الشرك بسبب عمرو بن لحي وصاروا مشركين وصارت بلاد الشرك، مع أنه قد بقي معهم أشياء من الدين وكما كانوا يحجون ويتصدقون الحاج وغير الحاج. یک جواب سخت از برای محمد مدنی و مقلدین کورش. هم بن عتیق میگه که اگه شما را فریب داده که می مردم که قوم شما نماز میخوانن و حج میکنن و روزه میگیرن و صدقه میدن، متوجه باش میگه که فإن يكن قد غركم انهم يصلون، اگر فریب تان داده که مردم نماز میخوانن، میگه خیلی فکر کنید به این که امر اول یعنی در زمان رسول الله چی بود. وی بود که توحید در مکه آمد به دعوت اسماعیل بن ابراهیم علیه السلام، باز شرک در بینشان انتشار یافت به سبب عمرو بن لحی، باز مشرکین شدن و بلادشان بلاد شرک شد و دارشان هم دار کفر دار شرک شد، با وجود که شعیره های زیاد از دین اسماعیل علیه السلام برشان مانده مثل حج، مثل صدقه و مثل آب دادن حجاج. همین رقم هم بن عتیق مثال زد از دعوت اسماعیل علیه السلام. دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به مکه آمد و مردم تا مدت به او عمل کردند تا ابو حنیفه آمد قول ارجاء را آورد و جاد بن درهم قول خلق به قرآن را آورد و جهم بن صفوان منکر صفات الله متعال شد. ابن ابی داود و عمرو بن عبید مذهب اعتزال معتزله را آورد علیهم لعین من الله. باز آهسته رفته برادرهای سکهی جهم بن صفوان اشعری ها بقایای نسل جهم بن صفوان آمدن الله قبور را از اشعری ها و معترضه ها پر کنند و مردم را با کفر و شرک به فتنه انداختند و شرک انتشار یافت و از دین رسول الله صلی الله علیه و سلم بغیر از توحید دیگر هر چی ماند مثل روزه و نماز و حج و صدقه مثل مشرکین قریش. در کتاب در السنیه جلد 8 صفحه 189 آمده است که وقد ذكر شيخنا محمد بن عبد الوهاب أن الناس في زمانه تنوعت أحوالهم في دعوة الإسلامية 14 نوعا، ليس منهم يهودي ولا نصراني ولا رافضي ولا جهمي ولا معتزلي، وكل هذه الأنواع قد خالفوا ما جاءت به الرسل من دين الله تعالى، ولعلك أن تكون من أولئك الأنواع وأنت لا تشعر. محمد بن عبد الوهاب میگه که مردم در زمانش از نظر دعوت اسلامی 14 قسم بودن، 14 قسم متفاوت، نه یهودی بودن، نه نصرانی بودن، نه رافضی بودن، نه جهمی بودن، نه معتزلی، که همین اقسام مخالف با آن دعوتی که انبیاء علیه السلام و جناب الله متعال آمده بودن، مخالف این دعوت بودن، برعکس از او دعوت بودن و شاید یکی از اونها باشی و شاید احساس هم نکنی. و این فرق قسمی که محمد بن عبد الوهاب شهادت داد همش نماز میخواند و شاعر اسلام ظاهر بود و میگه هم که معتزلی و جهمی یهودی و نصرانی نبودن. مخالفین ما
بل مخالفین دین الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که نماز شعیره است و برای نصرت مذهب خود ادله را از حقیقتش دور کردند و برای مذهب خود حدیث روایات را تأویل کردند. گفتند که من صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فهو مسلم. همین که نماز خواند برای حکم اسلام میتیم و این شبهه اینها را ان شاء الله از اقوال علما که خود اینها با عالم بودنشان مقر هستند رد میکنیم ان شاء الله. و بعض از اینها گفتند که مجرد از اینکه کسی را دیدیم نماز میخونه پشت نماز هم میخونیم، اقتدا هم برش میکنیم، ذبیحه‌اش هم میخوریم. و بعض دیگر از اینها گفتند که نه مسلمان است ولیکن ما نماز پشت نمیخونیم، حکم اسلامی حکم ظاهری برش میتیم، اما نماز پشت نمیخونیم تا زمانی که عقیده‌اش را بفهم. به خاطر نماز قبوری هم میخونه، مشرک هم میخونه، به زبان خود اعتراف میکنند و همین امتحان را برای خود جواز میدانند که از مردم پرسان کنند دین چی است، چی میفهمی، که با کدام عقیده هست. ولیکن باز برای دیگرها میگن که امتحان دین خوارج است. فرقه دیگر عقلانیش میگن که نه حکم اسلام میتیم و نه حکم کفر میتیم. مذهب معتزله را با پیش گرفته هستند علیهم لعنت الله، نوازهای عمر بن عبید، که منزله بین منزلتین، نه حکم اسلام میتیم نه حکم کفر. سبحان الله. در کتاب در السنیه جلد 8 صفحه 413 آمده که وقد سئل ابناء شیخ یعنی محمد بن عبدالوهاب، از پسران محمد بن عبدالوهاب پرسان شده است که ان السفر الى بلاد المشركين للتجاره، که سفر کردن با بلاد المشرکین با تجارت. فاجابوا بما حاصله انه يحرم السفر الى بلاد المشركين الا اذا كان المسلم قويا له منع، یعنی که حرام سفر کردن با دیار مشرکین مگر اینکه یک مسلمان قوی باشد و کسی را داشته باشد که کفار از او منع کند از رساندن برایش و به دینش. یقدر على اظهار دینه و اظهار الدین تکفیرهم و عیب دینه و الطعن علیه والبراءة منهم والتحفظ من مواداته والركون إليهم واعتزالهم وليس فعل الصلوات فقط اظهار الدین. و قادر به این باشه که دین خود را ظاهر کند و اظهار دین چی است؟ تکفیرشان است و عیب دینشان است و طعن برشان داد و طعن دادن برایشان است و بیزاری از اونها است و دور بودن از دوستیشان است و نه فقط نماز خواندن اظهار دین است. و میگه که وقول قائل اننا نعتزلهم في الصلاة ولا نأكل ذبيحتهم حسن لكن لا يكفي في اظهار الدين وحده بل لا بد مما ذكر. و کسی بگه که ولا ما امرشان نماز نمیخوانیم ولا نأكل ذبيحتهم، ذبیحه‌شان نمیخوریم، این گپ خوب است، لکن این کافی به اظهار کردن دین نیست. حتمی است که ظاهرش همون چیزایی که ما ذکر کردیم که تکفیر کردنشان است و عیب گفتن به دینشان است و طعن دادن برایشان است و براءت ازشان است. در حدیثی که از انس بن مالک از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله گفت من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، که کسی که نماز ما را بخونه و استقبال قبله ما را بکنه و ذبیحه ما را بخورد، این مسلم است که در عهد الله و در عهد رسولش صلی الله علیه و سلم. لا شک که نماز شعیره اسلام است و کسی که منکر ای باشد کافر است، ولیکن این شعیره خاص مؤمنین است نه از کفار. وقتی که این شعیره مشترک شد دیگر مؤمن از کفار تمیز نمیشه و تمام اقوالی که حکم به اسلام شخص به نماز است او مقید است به عدم اشتراک با مشرکین. دومی که این حدیث به دار اسلام است نه به دیار کفر. سومین که این قول رسول الله صلی الله علیه و سلم برای وفد یهود بود که مسلمان شده بودند ولكن قلب ذبیحه را نمیخوردند، اسلام را قبول کرده بودند قلب را نمیخوردند. اخبرنا هاشم بن محمد بن سائب الكلبي عن أبيه وعن أبي بكر بن قيس الجعفي قال كان الجعفي يحرمون القلب في الجاهلية فوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كي كسانا قنامش ذكر كارد كجعفي در جاهلیت اینا قلب رو حرام میگفتن، نمیخوردن قلب ذبیحه را. و اینا وافد شدن به رسول الله صلی الله علیه و سلم، رفتن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أنكم لا تأكلون القلب. قال نعم. قال فإنه لا يكمل إسلامكم إلا بأكله. ودعا لهما بقلب فشوى ثم ناوله سلمة بن يزيد فلما أخذوه أرعدت يده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كله فأكله. وقت قلب دستش داد دستش لرزه گرفت شور خورد. رسول الله صلی الله علیه و بخو باز خورد. و این حدیث به شأن از اینا گفته شده هست که نماز ما قسم نماز بخونه، قسم که ما نماز میخونه و ذبیحه ما را بخورید و استقبال قبله ما را کنید. و شک نیست که قبل از نماز توحید است و اونا مسلمان شده بودند و کفر بما یعبد من دون الله در حدیث که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است. از این که اینا اسلام را قبول کرده بودند، شهادتین و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول کرده بودند و کافر با اله خود بودند، برایشان گفت که باید نماز ما را بخوانی و ذبیحه ما را بخوری. خلاف بین ما و محمد مدنی در توحید است نه در شعیره. نماز آنها به خلاف رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که اول نماز، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اول توحید و ایمان و کفر به طاغوت. در کتاب اعتقاد الى السبيل الرشاد آمده است که وروینا عن عبد الله بن احتم انه قال لعمر بن عبد العزيز ان ابا بكر الصديق قام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الى سنته ومضى على سبيله فارتد العرب
أو من ارتد منهم فعرضوا أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة فأبى أن يقبل منهم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قابلا في حياته. عبدالله بن ادهم با عمر بن عبدالعزیز گفت که ابوبکر صدیق بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم امیر قوم مردم را به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت میداد و بر راه رسول الله صلی الله علیه و سلم میرفت تا زمانی که عرب مرتد شدند و با ابوبکر گفتند که ما نماز میخوانیم ولکن زکات نمیدیم. فابى ان يقبل منهم، از اونای پیشنهاد از اینا قبول نکرد که ما نماز میخوانیم زکات نمیدیم، مگر اینکه همون چیز را قبول میکنم از شما که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیاتش قبول میکرد. شهادت واضح است که نماز را قبول نکرد و حکم به اسلامشان نداد، عموم تکفیرشان کردند و امیر قوم رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز از این مردم را قبول نکرد تا قلب را نخوردند. و در حدیث دیگر برد بين شبهه الزنا از ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان يسلي في المسجد منهم 1000 رجل أو زيادة لا يكون فيه مؤمن، که زمان بر مردم میآید که در مسجدشان 1000 نفر یا زیادتر از اونها نماز میخوانند، یک نفرش در بینش مؤمن نیست. کجا ساله که من صلى صلاة فهو مسلم دیجا که نماز هم میخوانند و هم در مسجد باز مؤمن نیست، لا يكون فيه مؤمن، هیچ کدامشان مؤمن نیست. اینجا کجاست حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ حال خود گفتین در آخر زمان. خیلی شما در کدام زمان زندگی میکنید؟ شما هنوزم در قرن خیر قرون هستین به نظرم. الله المستعان. در اثر از عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال يأتي على الناس زمان يحجون ويصلون ويصومون وما فيه مؤمن. از عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما میگه که زمان بالای مردم میآید که حج میکنن، نماز میخوانن، روزه میگیرن ولیکن در بینشون هیچ مؤمن نیست. این حدیث را ابو شعیب الحرانی در کتاب الفوائد ذکر کرده و اسناده لا باس به. و همچنین در اثر دیگر از عبدالله بن عمرو قال يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن الا لحق بالشاع ويأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجد ليس فيه مؤمن، کتاب السنه للخلال اثر 1308. که زمان بالای مردم میآید که هیچ کس از مؤمن نمیمونه مگر اینکه به شام بره، و زمان بالای مردم میآید که با مساجدشان جمع میشه ولکن هیچ کدامشون مؤمن نیست، یعنی جمعش مساجدشان نماز میخوانند. در این زمانی که عبدالله بن عمرو ذکر میکنند نماز را حکم به اسلامشان نداده است که نماز میخوانند، گفتن هیچ کدامشون مؤمن نیست، چی برسد به او که اینا مسلمان هستند. قال البخاري عن ابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا سلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. در حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و ابن عباس روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و بر معاذ گفت وقتی که به اهل یمن روانش کرد که دو قوم را میبینی از اهل کتاب هستند، اولین چیزی که به اونها را دعوت میدی برشان بگو که توحید الله متعال، و از اینکه توحید را فهمیدن باز برش خبر که الله متعال بالایشان 5 وقت نماز در شب و روز برایشان فرض کرده است، و همچنین الله متعال بالایشان زکات فرض کرده است که از غنیشان گرفته میشه و به فقیرشان داده میشه. همین اختلاف ما است که ما میگیم اول توحید، اما اینها گفتن که اول مردم قوم مشرکین خود را به نماز دعوت بدین. سبحان الله، رسول الله صلی الله علیه و گفته اول چیزی که دعوت میدی مردم به توحید، اینا گفتن که اول اینا به نماز دعوت بدین. بعد از اینکه نماز میخوانه با وجود که اسلام حکم اسلام برشان میده، نماز میخوانه بعد از نماز خواندن باز برشان میگه توحید هم یاد میدین. عجیب سبحان الله، هم مسلمین هستن هم توحید نمیفهمن، شما دوباره توحید به اینا یاد میدین. عجیب امرکم والله. دوم رد به شبهه که اینا میگن صلا صلاتنا برایشان میگه که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از امتش با 73 فرقه تبدیل میشه، همشون اهل قبله هستن، همشون استقبال قبله را میکنن، ذبیحه که دیگر را میخورن و نماز هم میخونن. اهل نماز با 73 فرقه تبدیل میشه، همش اهل جهنم است الا یکی کسی که با دین رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش باشه. اهل قبله با 73 فرقه تبدیل میشه. سبحان الله، با 73 فرقه با خاطر یک نماز خواندن و پیش محمد مدنی و مقلدین محمد مدنی همش مسلمان است. خلاف از اینا که رسول الله گفته همش به جهنم است در باطل است، اینا گفته همش در حق به اسلام است. 73 فرقه همش با یک نماز خواندن. و خلاصه این که مدار شعائر اسلامی مثل نماز او خاص مسلمین است نه از غیرشان، و ادله زیاد هست که حج و روزه مشترک بود بین مسلمین و مشرکین، مثل در کتاب المغني جلد 9 صفحه 23 قال ابن قدامه فلكل اهل الدين الصيام، در هر دین یک روزه هست، ولأن الصيام ليس بفعل انما هو امساك عن افعال المخصوصه في وقت المخصوص وقد يتفق هذا من الكافر كاتفاق من المسلم. از اینکه میگه که روزه او امساک است، یعنی نخوردن چیز از بعض افعال مخصوصه، بعض از افعال خاص در وقت خاص، امکان داره که بین روزه مسلمان و روزه مشرک اتفاق باشد. ولا عبرة بنیة الصيام، حکم بر نمیتونیم کرده با نیت روزه که مثلا نه ولا مسلمان روزه بنیت روزه میگیره و کفار نه، به خاطر چی؟ لانه امر باطن لا علم لنا به، کی امر باطنی است با این معلوم نداره، بخلاف نماز فانها افعال تتميز عن افعال الكفار، که این نماز تمیز میشی از افعال کفار.
حالا می تمیز بودن که نمازی که به حساب میخوانن اقوام مشرکین ما که در شرک در کفر هستن و کسی که نماز میخوان از مؤمنین چطور تمیز میشه؟ نمیشه تمیز، به خاطر که نماز مشترک شد بینشان و این ذکر هم میکنه در قول خود میگه و یختص به اهل اسلام که این نماز خاص از مسلمین است فقط. ولا يثبت الاسلام حتى ياتي بالصلاه، حتى ياتي بالصلاه يتميز بها عن صلاه الكافر، که به نماز بیاید که تمیز شود از نماز کافر. و حالا وقتی که اقوام مشرکین ما نماز میخوانند، پس به کدام نماز ما بخوانیم که تمیز شیم از اقوام مشرکین خود؟ مالکی ها و بعضی از شافعی ها خلاف این قول حتی گفته هستند که قولشان پیش از محمد، قول از اینا و پیش از محمد مدنی از قول خوارج است. در کتاب الدوسقی علی شرح کبیر جلد 1 صفحه 325 میگه که وخالف المالکیه و بعد الشافعیه فقالوا، میگه مخالفت کردن مالکی ها و بعد از شافعی ها و گفتن که لا يحكم باسلام کافر بمجرد صلاته، با اسلام کافر حکم نمیشه و مجرد ذکر نماز بخونه، لان الصلاه من فروع الاسلام، که نماز از فروع الاسلام است. فلم يصير مسلما بفعلها، با نماز خواندن مسلمان نمیشه کالحج والصيام، مثل حج و نماز همچنان. لان النبي صلی الله علیه و سلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. اختار رسول الله میگه ما امر شدم که مردم بجنگم تا زمانك شهادت بدن که لا اله الا الله واني رسول الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. اگر میره باز گفتن بازو در رسمت هستن مالشان و جانشان مگر به حقش. و همچنان اجماع صحابه به این بود که وقتی که حرام مرتد شدن بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز را حکم به اسلام کسی ندادن، که قول ابن تیمیه هم ذکر میکنه در کتاب خود الفتاوی الكبرى جلد 3 صفحه 541 میگه که وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة وإن كانوا يصلون الخمسة ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على مانعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله تعالى. که صحابه و بعد از صحابه اتفاق به کرده هستند به قتال مانعی زکات با وجود نماز خواندنشان، با وجود که 5 وقت نماز میخوانند و روزه ماه رمضان هم میگیرند. و همچنین در کتاب مفید المستفید فی کفر تارک التوحید محمد بن عبد الوهاب میگه که ومن اعظم ما يحل الاشكال في مسألة التكفير والقتال عمن قصد اتباع الحق اجماع الصحابه على قتال مانعي الزكاه وادخالهم في اهل الرده وسبي ضررهم. بزرگترین اشکال را که در مسئله تکفیر و قتال حل میکنند برای کسی که پیرو حق است هو اجماع صحابه است به قتال مانعی زکات و حکم بردتشان و سبیه گرفتن اولادشان. و باز میگه وهو اول قتال وقع في الاسلام على من ادعى انه من المسلمين، میگه اولین قتال است که در اسلام واقع شده از بالای کسانی که ادعا دارند که اونها مسلمین هستند. سبحان الله، ایام شهادت محمد بن عبدالله با کسانی که میگه ادعا دارند مسلمین هستند و صحابه اجماع کردن با کفرشان با وجود که نماز میخوانند. فهذه اول وقعت في الاسلام على هذا النوع، اولین واقعی است که بالای این نوع در اسلام واقع شده است. و هي اوضح الواقعات التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابه رضي الله عنهم الى وقتنا هذا، و هي از واضح ترین واقعی است از عصر صحابه رضی الله عنهم الى زمان ما. محمد بن عبدالوهاب با کسانی که میگه شبهه دارن به اینکه ولای قوم ما ادعای اسلام میکنن، اینا میگه ما مسلمین هستیم نماز میخوانن، برای از اینا میگه که پس اجماع صحابه به تکفیر مانع زکات و قتالشان ولای کسانی که ادعای اسلام هم میکردن و نماز هم میخواندن حجت واضح است و دلیل است برای شما. قال الماوردي رحمه الله تعالى إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار الإسلام، فالإقامة فيها أفضل من رحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. کتاب فتح الباری جلد 7 صفحه 229 میگه اگر کسی دین خود اظهار کرده میتونست با دیار کفر پس اون دیار اسلام میشه دیگه. بعد از اینکه دین خود ظاهر کرده است ضرورت نیست که هجرت هم کنه، اقامت دوجه بهترتر است، بودن دوجه بهترتر است. خاطر امکان داره ممکن است که یک نفر دیگه به سبب از مسلمان شود. اگر می رقم بگویم کسان شما امروز حکم اسلام برش میتین که اسلام از ظاهر است، این ظاهر شد اسلامش، با دین خود ظاهر است، نماز میخوان، حکم به اسلامش میتین، پس دارشم دار اسلام است دیگه، ضرر نداره هجرت کنه. چون حکم باز چون دعوت به هجرت برش میتین همونجا باشه که مردم دیگر را مسلمان کنه. و خلاصا اینها ظاهر را نفهمیدن که ظاهر چی است، پس فکر کردن که به زعم خود که همین که کسی گفت که مسلمان هستیم، اهل سنت هستیم، مسلمان دادن، نماز خواندن، با وجود تمام انواع کفر که قوم مبتلا هستند، حکم به اسلامش میتن. قال عبد الرحمن بن حسن ودعوى من عام الله بصيرته، دعوی کسی که الله متعال بصیرتش گرفته است، و زعم ان اظهار الدين هو عدم منعهم مما يتعبد او يدرس، و گمان داره که اظهار دین او است که کسی اونا را منع نکردن از عبادت الله متعال یا از درس خواندن
یک دعوى الباطل یک دعوی باطل است. فزعمه مردود عقلا و شرعا، این گمان و این زعمش مردود است، رد است عقلا و شرعا. ولهن من كان في بلاد النصارى والمجوس والهند ذلك حكم الباطل، لأن الصلاة والأذان والتدريس موجودة في بلدانهم، وهذا ابتال للهجرة والجهاد وسد للناس عن سبيل الرشاد. هست کسانی که در بلاد کفر، در بلاد نصارا، در بلاد مجوس و هند هستند و یک حکم باطل است که رقم شما برش میگن که اظهار دین است، در حالی که نماز و آذان و تدریس، کسانی گفتن آذان شعیره اسلام است، آذان دادن خلاص حکم اسلامش بتین، در حالی که نماز، آذان و درس خواندن در دیار نصارا و مجوس و هند موجود است. و اگر امی اظهار دین باشه پس شما هجرت ابطال کرده هستین، جهاد ابطال کرده هستین، مردم از راه حق دور کرده هستین. کتاب در سنیه جلد صفحه 305. ما برای از اینا میگیم که جهاد شما برای چی است؟ وقتی که اقوام شما مسلمین است و اهل سنت است و دین خود را ظاهر کرده هستند، نماز میخوانند، آذان میتن، مساجد قائم است، جمعه قائم میشه، عید میخوانند، مردم نمازهای عید میخوانند، به زعم شما طبعا. خیلی برای چی میجنگین؟ و برای کی میجنگین؟ و برای چی مردم رو دعوت میتین به هجرت؟ عجیب والله. و همچنان محمد بن عبداللطیف دیگه جا میگه فغلطتم فی اظهار الدین، میگه سخت غلط کردین به خاطر اظهار دین که اظهار دین چی است. و ظننتم انه مجرد الصلوات الخمسه والاذان والصوم وغير ذلك، فکر کردین که فقط مجرد از اینکه 5 وقت نماز بخواین و اذان بتین و روزه باشه امی است، خلاص امی اظهار دین شد. و این خار دیگر از به حلقوم مقلدین محمد مدنی که غلط کردین. میگه که وانکم اذا جلستم فی بعض المجالس الخاصه قلتم هؤلاء الكفار، با وجوده که شما برای یک از مجالس بین خود بشینین بگوین که مردم کاسی طاغوت هستی، کفار هستی، مشرکین است، ولی و هؤلاء المشرکین ليس معهم من الدين شيء، که اصلا از دین چیزی نمیفهمن، و انهم يعلمون ان نبغضهم، و میفهمن که اونا را بد میبینن، و ان على طریقه الوهابیه یا ما به طریق راه وهابیت هستن، و تظنون ان هذا هو اظهار الدين، و فکر میکنن که همین اظهار الدین است، همین اظهار الدین شما کافی است. فابطلتم به وجوب الهجره، میگه باز وقت وجوب هجرت از بین برده هستی. باز میگه که فليس الامر كما زعمتم، اینطور نیست که شما فکر میکنید. فان الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه المراد من اظهار الدين، الله متعال در کتاب خود ذکر کرده مراد اظهار دینه، و انه ليس ما توهمتم، قسم نیست که شما با وهمتان است، وحی شیطان برتان است. فقال لنبيه صلی الله علیه وسلم، بر نبی خود الله متعال گفته است قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، این است اظهار دین که الله متعال بر رسول خود صلی الله علیه وسلم گفته است که اظهار دین هو است که برشان بگه قل یا ایها الكافرون، فامره ان يقول لهم که الله متعال امر که رسول صلی الله علیه و برشان بگه انهم کافرون، کافر هستند، و انه بريء من معبوداتهم، و او بیزار است از معبوداتشان، از الهیشان، و انهم بريئون من عبادت الله، و قومشان بریء است از عبادت الله متعال. باز میگه فمن صرح لهم بذلك، هر که کمی رقم اعلان کنه بر از اونا، فقط اظهر دینه و صرح بلا دعوا، دین خود ایجا ظاهر کرده است و اعلان کرده به دشمنی خود را، و هذا هو اظهار دین، این از اظهار دین. لا کما یظن الجهل، نه ای که مثلا جاهلا دای فکر هستند که اظهار دین فقط نماز خواندن است. و باز میگه که انه اذا تركه الكفار وخلوا بينه وبين ان يصلي ويقرا القران ويشتغل بما شاء من نوافل انه يصير مظهرا لدينه، هذا غلط فاحش. میگه که فکر کنه که کفار رو ترک کنه و بالش یک نمازم بخونه و قرآنم بخونه و هر چی که میخواد بکنه و نوافلم بخونه، به می به حساب دین خود را ظاهر کرده است. هذا غلط فاحش، کلام یک زشت غلط است. فإن من يصرح بالعداوة للمشركين والبراءة منهم لا يتركونه بين أظهرهم قتلوه وإما أخرجوه إن وجدوا إلى ذلك سبيلا. و کسی که دین خود ظاهر بسازه و عداوت خود را با مشرکین اعلان کنه و از اونها برات خود را اعلان کنه، اینا نمیتونن شرقی بین خود، مگه میگه اگر دستشان برسه و قتل کنه و از بین خود بکششه. حالا بالله علیکم ما شما پرسان میگه کسانی که شما برش حکم اسلام میتین و مسلمین است چه خوب زندگی میکنن، هر کدام از اینا تو آرام زندگی میکنن، نه کفار برشان کار دارن نه هیچ، ولیکن مؤمن در امان نیست. مخ یک مؤمن ندیدیم که در بین قوم مشرکین خود در امان باشه، حتی از دست پدر خود و مادر خود و خواهر خود و برادر خود چی برسد که از قوم خود. سبحان الله، کجاست مسلمین شما که تو در امان است، دینش اظهار است. حال مقلدین محمد مدنی تعصب ربانید و تبلچی های محمد مدنی نباشید، حق را قبول کنید که اظهار دین چیست و حکم به اظهار چی است. کسانی که دینش اظهار نشده است، که ایمانش معلوم نیست، مستخفی است ایمانش، و با حکم قوم خود را ظاهرا ممکن در باطن مؤمن باشد. همچنان قال اسحاق بن عبد الرحمن نواسي محمد بن عبد الوهاب میگه که فمن غلب الحقائق وجعلها نصا في عدم وجوب الهجرة على من لم يمنع من عبادة ربه التي هي في زعمه الصلاة وما يتعلق بالبدن، وحمل إظهار الدين على ذلك، وفهم من قوله تعالى فإياي فاعبدون أي في كل مكان من دار الإسلام وكفر، فقد عكس القضية وأخطأ في فهمه. که کسی حقایق را نص در عدم وجوب هجرت قرار بده
با کسی که مانیش کسی نمیشه از عبادت الله متعال. بزعم از او الصلات که نماز است، فکر میکنه که نماز است، یعنی خلاص میگه نماز خواندی خلاص دیگه. و یا هر چی که به بدن به جوارح متعلق باشه، مثلا روزه یا مثلا حج رفتن و امثاله. و قول الله متعال بدانه که در هر مکان دارالاسلام دار کفر مرا عبادت بکو، فقط عکس القضیه وقتا فی فهمی، که قضیه را عکس کرده و در فهم خودم در خطا رفته است. و باز میگه و الدین کلمه جامعه لخصال خیر، دین یک کلمه جامعه است به تمام اعمال خیر، اعلاها و غلاها التوحید، بالاترینش و قیمتترینش توحید است، باز لوازم توحید. فمن قصره على العبادات التي يوافق فيها المشرك بل يواليك عليها فقد اخطا. پس کسی که او را منحصر به این میسازه، منحصر به عبادت میسازه که امکان داره که مشرک هم با او موافق باشه و حتی ممکن است که مشرکین به این عبادت را بر تو کمک هم کنند. نیدین که چقدر مساجد میسازن، فقد اخطا، در خطا هستی. امروز امیر رقم سبحان الله نماز هم مسلمان میخونه هم مشرکین میخونه، بل مشرک بر تو آب و وزیت هم میاره که بگی نماز بخوان. تا به قولش که میگه ولما قالت القريش لابن الدغنه بعد ارجاع ابو بکر الى مکه و اجارته ایاه. ابن الدغنه یکی از کلانای و مشرکین قریش بود که ابو بکر صدیق را برشید داد، امان داد بعد از اینکه از مکه برآمد. و مشرکین قریش برش گفت که امره یعبد ربه بداره ولا استعلن، بلازی بگو که رب خود بره به خانه خود عبادت کنه، اعلان نکنه. با ابوبکر بگو که رب خود را به خانه خود عبادت کنه، اعلان نکنه. فإن نخشى ان يفتن نساؤنا و ابنائنا، که ما میترسیم از اینکه نشه زنهای ما و بچهای ما در فتنه بفته از عبادت ابوبکر، از اعلان ابوبکر. ابى الا استعلان بالقرآن ونبذه الى ابن الدغ ذمته ورضوا بجوار الله ولم يزل على ذلك الا ان حاجر. وقصة المشهورة مبسوطة في دواوين المسلمين، كتاب در السنية جلد 12 صفحه 411. ابوبکر صدیق قبول نکرد الا اینکه مقام اعلان کنه دین خود را با قرآن، و از امانه که ابن الدغ بر جدا بود از او هم صرف نظر کرد و با جوار الله متعال راضی بود و امیر رقم دین خود را اعلان میکرد تا اینکه هجرت کرد. و این قصه معروف مشهور است. در اینجا مشرکین قریش با ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفتن که برو در خانه عبادت کن، اعلان نکن دینت، در خانه خود عبادت کن، با تو چیزی نمیگم. این رقم کسانی که امروز مستخفی هستند، ایمان خود پوت میکنن، کس باش هیچ کار نداره، کس خبرم نداره از اون پوت عبادت خود الله متعال می، ولکن به مجرد که ایمان خود را اعلان کنند و ظاهر شوند، از چهار طرف همراهش دشمنی میشه و نفرت میشه، عذاب میشه. حالا کجاست کسی که حکم اسلام میتین به او دیار کفر؟ آیا مثل ابوبکر دین و توحید خود را اعلان کرده است؟ باز میگه در صفحه 412 که ولو كان اظهار الدين هو اداء الواجبات البدنيه فقط كما فهم المجيز، میگه اگر اظهار دین فقط و اداء الواجبات باشه، ادا کردن واجبات باشه، واجبات بدنی مثل نماز مثلا، مثل که كما فهم المجيز، یعنی کسی که به خود رو جواز داده است، مثل محمد مدنی، یعنی جواز دانسته است که می رقم اظهار دین یا مثلا حکم به اسلام کسی به نمازش است کافی است، لما طابق المقتضى الحال، که مطابقت هم ندارد. وحاشا الأئمة من ذلك، ودونس أئمة الدين از این قول، فالفهم الفاسد والمحص الكاسد، که فهمش فاسد است و چیزی که از او حاصل کرده او هم کاسد است. کاسد نمیگه که اصلا کس قبولش نمیکنه، هیچ اصلا ارزش نداره، یک چیز بی ارزش است. میگه نعم لو اسلمنا ان اظهار الدين هو اداء الواجب فاوجب الواجبات توحید وما تضمنه. میگه سیس اگر می قبول که اظهار الدين و اداء الواجبات است، پس اولین واجب توحید است و چیزی که تقاضای توحید است، و هو الذي ما زالت الخصومه فيه، و توحید چیزی هست که تا امروز در بین سر جنجال است. که ما توحید میگیم، ما هم اندین مدنی نماز میگیم، ما میگیم که اینا کفار است، اینا میگن که اینا اسلام هستن، ما میگیم دار کفر است، اینا میگن دار اسلام هستن، ما میگیم که اینا در توحید نیستن، اینا میگن در نماز هستن. سبحان الله. ما میگیم واجب ترین عمل برای اسلام کسی توحید است، اینا میگن نماز است. و باز میگه و هو اوجب من الصلاه، واجب تر از نماز است، و غیرها و از غیر نماز، و هذا لفظ يصدق عليه، و همین لفظ تصدیق میکنه بالای ازیف. و باز میگه که فاظهاره هو الاعلان بمباينه المعتقد والبعد عن ضده والدعوه اليه، فانه امر وراء ذلك، فلو استقل الحكم بما زعمه المجيز هداه الله، من ان العله عدم المنع من العباده لبقيه نصوص الشارع عديم الفائده، لانه لا يمنع احد من الفعل العبادات الخاصه في اكثر البلاد، فبطل ما زعمه وسقط ما فهمه. میگه اظهار او است که اعلان کنی مخالفت را با چیزی که عقیده داری و دور شوی از آنچه که در مخالف عقیده است و دعوت بدی به عقیده خود. اگر حکم با فکر باطل مفتی صاحب شود، الله را هدایت کند که اصل در اظهار دین فعل عبادت است یا نماز خواندن، موضوع نصوص شریعت دیگه بیفایده است، به خاطر در اکثر دیار کسی مانع نمیشه در فعل عبادت، بنابراین گمان مفتی صاحب باطل است و فهمش هم ساقط. باز قول حمد نطیق را میارد، نقل میکند که قال شیخ علامه حمد نطیق
وأما مسألة إظهار الدين فكثير من الناس قد ظنوا أنه إذا قدر أن يتلفظ بالشهادتين ويصلي صلاة ولا يرضى المساجد فقد أظهر دينه. میگه مسئله اظهار الدین بسیار از مردم به این گمان هستند که مجرد از اینکه شهادتین را تلفظ کرد و نماز خود را خواند و از مسجد کسمان نشان نکرد همین اظهار دین خود است، ولی که بدار مشرکین باشه. وقد غلط في ذلك اخبث غلط، میگه بدترین غلطه کرده هستند. قال ولا يكون المسلم مظهر للدين حتى يخالف كل طائفه بما اشتهر عنها. در اینجا حمد نطیق برای شما میگه با کسانی که برای ما خوارج میگه، شما باید با حمد نطیق اول خوارج بگید که حمد نطیق برتان میگه که اظهار دین ولا يكون مسلم مظهر للدين که مسلمان شده مسلمان دین خود را نمیتونه ظاهر کنه تا زمانی که مخالفت کنه هر طایفه را با اون چیزی که اینا معروف شده هستند. یعنی هر کسی با قوم که هست با طایفه که هست با اون چیزی که طایفه از کفر که واضح هستند و واقع هستند در موجب مخالفت خود را اعلان کنه و يصرح لهم بالعداوه و میرقم دشمنی خود را باشن اعلان کنه. فمن كان كفر بالشرك فاظهار الدين له ان يصرح بالتوحيد والنهي عن الشرك. کسی یا قوم یا طایفه که کفرش و شرک الله متعال بود پس اظهار دین از این نفر به چی است؟ به این است که اعلان توحید خود را کند و نهی کند از شرک. کسی که کفرش انکار رسالت بود پس اظهار دینش به این است که بگه که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و من کان کفر بترک الصلاه فاظهار الدین عنده بفعل الصلاه. اگه کسی که قوم که طایفه که کفرش به ترک صلات بود بس اظهار دین به او به فعل صلوات است. و این به واضح است کسی که امروز از قوم مشرکین ما هیچ کی نماز نخوانه و بفهمه که ما نماز نمیخوانیم، نماز از دین ما نیست و در بین از این نفر یک نفر نماز بخونه عیناً ما حکم اسلام برش میدیم به خاطر که مخالفت قوم خود را کرده به نماز خواندن. باز میگه که افلا يستحي العاقل من حمل العبارات العلماء على مجرد فهمه من ان الفعل العبادات غير المعتقد هو اظهار الدين فالله المستعان. کتاب در السنیه جلد 12 صفحه 418 میگه یا عاقل حیا نمیکنه از اینکه عبارات از علما را یعنی اقوال علما را دور میته با مجرد فهم خود، مثل که اتباع محمد مدنی میکنن به خاطر نصرت مذهب خود. میگه شر نمیکنه حیا نمیکنه عبارات از اونها را میاره با مجرد فهم خود که فعل العبادات مثل نماز خواندن روزه گرفتن غیر از معتقد غیر از اعتقاد بون بجایش هم فقط مجرد که نماز دید ظاهر بود همین کافی است. بعد از اینکه اوهامشان در مورد مسئله صلات شکسته شد باز شبهه دیگر آوردن، گفتن که کسی که لا اله الا الله بگه دخل الجنه. رد این شبهه اینها را از کتاب ابانة الكبرى لابن بطة رحمه الله تعالى میگیم که ان الزهري قال لي هشام ابلغك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر مناديا فنادى من قال لا اله الا الله دخل الجنه قال قلت نعم وذاك قبل نزول الفرائض ثم نزلت الفرائض فينبغي للناس ان يعملوا بما افترض الله عليهم. بعد ذلك سند ذکر میکنه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که کسی که بگه لا اله الا الله داخل جنت میشه و گفتن که این صحیح است ولیکن او قبل از نزول فرائض بود، باز فرائض نازل شد پس واجب است برای انسان ها که با فرائض عمل کنند. و در اثر دیگری ضحاک بن مزاحم قال ذكروا عنده من قال لا اله الا الله دخل الجنه فقال ضحاك هذا قبل ان تحد الحدود وتنزل الفرائض. ضحاک یکی از تابعین وقتی که بهش گفته شد کسی بگه لا اله الا الله داخل جنت میشه برش گفته است که این قبل از که حدود نازل شود و این هم فهم سلف از کسی که استدلال میکنه به این که کسی بگه لا اله الا الله داخل جنت میشه. شبهه دیگر آوردن قول اسحاق بن راوحه رحمه الله تعالی که نماز شهیدان به اسلام شخص حکم میشود. گفتن که قال اسحاق بن راوحه ولقد اجمعوا في الصلاه على شيء لم يجمع عليه في سائر الشرائع، که در نماز جمع شده هستند همگی علما که سر هیچ یکی از شعائر دیگر اسلام جمع نشده هستند، لانهم باجمعهم قالوا من عرف بالكفر ثم رواه يصلي صلاه، که همشان به اجماع گفته هستند که کسی با کفر کسی شناخته شد که فلان کافر است باز دیده شود که نماز میخونه در وقتش حتی صلوات کثیره تا بسیار نماز را بخونه ولم يعلموا منه اقرار باللسان، ولكن اقرار از لسان از اون ندیده هستند. یعنی نمازهای زیاد را خوان تا بالاخره معروف شد مشهور شد که بسیار نماز از اهل قبله است نماز خوانده است. انه يحكم له بالایمان که برازو حکم به ایمانش میشه ولم يحكم له في الصوم والزکات مثل ذلك، ولكن اگر می رقم روزه بگیره یا زکات بده یا حج بکنه برش حکم اسلام و حکم ایمان نمیته. ولا شک که اسحاق بن راوحه رحمه الله تعالی از بزرگای سلف از بزرگای ائمه السنه و ائمه الدین ائمه الاسلام رحمه الله تعالی. المهم ای شبهه را آوردن که اینا اسحاق بن راوحه رحمه الله تعالی حکم به اسلام یک شخص کرد با مجرد نماز. گویا مردم جاهل هستند نمیفهمند، اصلا موضوع را نآوردن، فقط همون یک قسمت را قطع کردن آوردن که این دلیل. در کتاب تمهید لابن عبدالبر جلد 4 226 در اونجا به تکفیر تارک صلات کسی که نماز را ترک کند کافر است قول اجماع را ذکر میکند با مانند دشنام دادن الله و رسول و همینطور نماز هم. باز متن میخوانیم میگه قال وقد اجمع العلماء من ان من سب الله عز وجل او سب رسول الله صلی الله علیه و سلم او دفع شيئا انزله
الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله إنه كافرا. كي إجماع علماء هستبن قول إسحاق من راوحي هست كي إجماع علماء بياس کسی که الله متعال داو بزنه والله رسول الله صلی الله علیه و سلم دشنام بده یا هر چیزی که الله متعال نازل کرده هست دفع کنه قبول نکنه یا قتل انبیا را کنه با وجودی که اقرارم کنه به چیزی که الله متعال نازل کرده هست با وجودی که به حساب ایمانم داشته باشه کافر است. فكذلك تارك الصلاه ایجا میاره همچنین امیر قام تارک الصلاه اصلا این قول با کسی است که نماز ترک کرده است با تارک الصلاه است نه به اینکه قسم کونا گمان کرده هستند. اصل موضوع را ماندن اما قول قطع کرده هستند آوردن مادر که این قول اسحاق براوی ایتون گفته است. میگه فكذلك تارك الصلاه حتى يخرج وقت همین رقم تارک الصلاه کافر است تا زمانی که وقتش از برای عمدن ترکش کنه. قال ولقد اجمعوا في الصلاه بعد از اینکه میگه که اجماع کردن با صلات علی شیء لم يجمع عليه في سائر الشرع یعنی ایجا اجماع صحابه و اجماع امت و ایجا اجماعی را که ذکر میکنه او در تکفیر تارک صلات است نبته با حکم دادن به اسلام کسی. ای مقلدین جهال محمد مدنی چقدر شما شبیه شیخ خود هستین. باز میگه لانهم باجماعهم قالوا من عرف بالكفر ثم رأوه يصلي صلاه في وقتها تا آخر قولش. باز ادامه میگه که قال اسحاق فمن لم يجد تارك الصلاه كافرا. باز میاره مسئله تکفیر تارک صلات. قال اسحاق فمن لم يجد تارك الصلاه كافرا کسی که تارک صلات تکفیر نمیکنه فقط ناقض و خالف اصل قوله و قول غیره نقص کرده است مخالفت کرده اصل قول خود را و قول از دیگران را قول سلف را مخالف کرده قول صحابه را مخالف کرده بل قول رسول الله صلی الله علیه و سلم را مخالفت کرده است. باز میگه ولقد كفر ابلیس اذا لم يسجد سجده التي امر بسجودها قال وكذلك تارك الصلاه عمدا. میگه ابلیس به خاطر یک سجده نکردن کافر شده است. همین رقم تارک الصلاه که نماز ترک کنه عمدا کافر میشه. و شبهه دیگر آوردن گفتن که آذان هم علامه است و شعیره است به حکم اسلام کسی گفتن ثابت است از حدیث رسول صلی الله علیه و سلم. اما مسکین میفهمن که طواغیت رافض صوفی و قبوری ها هم آذان میتن با شرکشان و شک نیست که وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم منتظر می بود تا آذان را میشنوید از کسانی که به جنگ به علیشان رفته بود به خاطر که آذان را جز مسلمین نمیداد و قریش آذان نمیداد مشرکین آذان نمیداد کسانی که از عرب بودند در جزیره العرب آذان نمیدادند فقط مسلمین آذان میدادند. اما وقتی که مسیلمه الکذاب و مرتدین عرب آذان میدادند صحابه متوقف نمیشدند تا آذان بشنوند باز اگر شنیدن هم حمله نکنند متوقف نمیشدند که والا باش آذان بشنویم و احیانا اگر شنیدن هم متوقف نشدن از حمله بلکه حمله کرده هستند بالایشان. در امامه همراه مسیلمه الکذاب کسانی بودند که مسلمین بودند حتی از ابوبکر صدیق عهد و امان گرفته بودند ولکن صحابه حکم و عام و قتل را دادند و این نفرها به قتل رسیدند. کتاب البدایه و النهایه جلد 6 صفحه 351 رو ببینید. ابن کثیر میگه که وقد قتل في هذه المعركه رجلان كان قد اسلم ومعهما كتاب من الصديق بالامان ولم يعلم بذلك مسلمون. که در این معرکه در معرکه یمامه در جنگ یمامه دو نفر از کسان بودند که مسلمان شده بودند و همراهشان کتاب بود یعنی عهد بود امان بود از جانب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولكن مسلمین نمیدانست و هما عبد العزة بن ابي رهم بن قرواش قتله جرير بن عبد الله البجلی و آخر لبید بن جریر. یکیش به نام عبد العزة بود دیگهش به نام لبید بن جریر. او عبد العزة را که جریر بن عبد الله البجلی کشت به قتل رساندش. این شخص دومشون بعض از مسلمین به قتل رساند و وقتی که مسلمین کشت خبرش به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسید. عمر رضی الله تعالی عنه گفت که اینا خالد بن ولید به خاطر کی کسانی که یار کشته بود در جیش خالد بن ولید بود برای خالد بن که گپ زد که خالد بن ولید که مسلمین هم کشت. ابوبکر صدیق برای عمر رضی الله تعالی عنه گفت كذلك يلقى من يساكن اهل الحرب في ديارهم. همین رقم حالت کسانی است که اهل حرب زندگی میکنن مختار تمیز نمیشن معلوم نمیشن که کی است مسلمین بودن ولكن هر کس که اهل حرب زندگی کرد معلوم نیست دینش ظاهر نیست. ابن کثیر میگه که ای ذنب لهما فی مجاورتهم المشرکین و خاطر می گناه از اونا بود که امرای مشرکین زندگی میکردن و دلش و اسلامشان ظاهر نبود علنی نبود. و دلیل دیگر به قصه خالد بن ولید و مجاعه قصه معروف است و ثابت است به کل کتب السیر و المغازی. وقتی خالد بن ولید به جنگ یمامه رفت امرای جنودش در راه مجاعه را دیدن. مجاعه که از معروفترین مشهور قوم بنی حنیفه بود. این اسلامش بود در بینش. خب بالاخره 23 نفر بودن یارا همش خالد بن ولید قتل کرد الا 2 نفر که 2 نفر از مسلمین بودن گفتن ما مسلمان هستیم ولکن خالد بن ولید به اسلام از اینا حکم نکرد و بندیشان کرد تا که با ابوبکر صدیق روانشان کرد. ابوبکر صدیق وقتی پیش آمد طبعا قصه بسیار معروف است در کتب سیر و مغازی. وقتی که مجاهد با ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قصه را کرد یعنی قصه کرد که مرا خالد نکشت ابوبکر صدیق برش گفت والله گفت ما خط پشت از خط با خالد روان کردم میرفتم یعنی رسول پشت از رسول روان کردم میرفتم که هیچ یکی از بنی فر پیدا نکنی مگر میگه قتلش کنی یعنی هر کی یافتی از بنی حنیفه قتلش کنی. یعنی اگر خالد بن ولید مجاهره قتل هم میکرد ابوبکر صدیق براش انکار نمیکرد. خالد اسلام مجاهره قبول نکرد و نه ابوبکر صدیق به قصه کسی بود کشته میشد از بنی حنیفه از کسانی که انکار نکردن با مسیلمه الکذاب.
همچنین در این واقعه حمد بن عتیق میگه در کتاب الدفاع صفحه 16 که میگه وليس المراد باظهار الدين ان يترك الانسان يصلي ولا يقال له عبد الاوثان. مراد از اظهار دین به این نیست که انسان ترک نماز بخوان ولكن برش نگوی کسی که بیا یک بت ها رو بپرست. فإن اليهود والنصارى لا ينهون من صلى في بلدانهم ولا يكرهون الناس لا يعبدون الاوثان. همچنین یهود و نصارا در دیار خود کسی را منع نمیکنه از نماز، منع کسی را مجبور میسازد به پرستش بت. والمقصود ان اظهار الدين هو تصريح للكفار بالعداوه، كما احتج الخالد بن وليد على مجاعة بأنه سكت ولم يظهر براءة كما أظهره ثمامة واليشكري. والقصة معروفة في السير، فما لم يحصل التصريح للمشركين بالبراءة منهم ومن دينهم لم يكن إظهار الدين حاصلا. میگه مقصود از اظهار دین است که دشمنی خود را اعلان کنی بالای کفار. مثل خالد بن ولید حجت آورد و دلیل آورد بالای مجاعة که بخاطر کو ساکت ماند بالای مسلمت الکذاب و براءت خود را اعلان نکرد، ظاهر نساخت. مثل از اینکه ثمامه و لشکری گفتن کسانی بودن که اظهار ساختن و انکار کردن بالای مسلمت الکذاب، اینا میره خمشکار ساختن انکار کردن بالای مسلمت الکذاب. و این قسم معروف است در سیر. و کسی که از او اعلان براءت از مشرکین حاصل نشه اصلا اظهار نکرده دین خود را. و این فهم بن عتیق است از قصه خالد بن ولید مجاعه. باز احمق قوم خصوم ما خسته نگوید که شما قصه را درست نفهمیدید و باز با میل خود تعویل تحریف کنند. و باز شبهه دیگر آوردن گفتن که ان عباده بن قرص الليثي رضي الله عنه انه اقبل من الغزوه فكان بالاهواز يبيع اثوابا فسمع اذانا فاقبل نحوه فاذا هو بالحروريه فقالوا من انت؟ قال اخوكم. فقالوا انت اخو الشيطان. فلما ارادوا قتله قال اما ترضون بما رضي النبي صلى الله عليه وسلم مني؟ اتيته وانا مشرك فشهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فخلى عني فقتلوه. این دلیل آوردن که عباده بن قرص الليثي رضی الله تعالی عنه از غزوه آمد و در اهواز بود، اهواز منطقه‌ای که در ایران است امروز. باز آذان را شنید، میخواست که بره نماز بخونه. باز خوارج را در راه دید و ایرا پرسانش که کی هستی؟ گفتن که ما برادر شما هستم. خوارج برش گفت که تو برادر شیطان هستی. باز میخواستن کی را قتل کند و عباده بن قرص رضی الله تعالی عنه برشان گفت که شما با چیز راضی نمیشید که رسول الله صلی الله علیه و سلم از ما راضی شده است. ما پیش رسول الله صلی الله علیه و آمدم و مشرک بودم و شهادت دادم که لا اله الا الله و محمد رسول الله. راه مرا اله کرد و از ما قبول کرد. بعد از این هم عباده بن قرص را به قتل رساندن خوارج. مهمی که اینا استدلال به این میکنن که اینا که گویا عباده بن قرص صحابی رسول صلی الله علیه و سلم آذان را شنید میخواست بره به نماز فقط با شنیدن آذان، یعنی حکم به اسلام مردم داد. این قصه در تاریخ الکبیر للبخاری جلد 6 صفحه 93 آمده هست. حالا حقیقت قصه ای است که اینا آوردن استدلال کردن شبهه شیخ خود هستند. طبعا ما گفتیم شبهه شیخ محمد مدنی هستند که نمیفهمن متاسفانه. برای این جهال ما میگیم که ای روای بضاها، شما از کجا حقیقت این قصه و این حادثه را فهمیدین؟ اولا که صحابی جلیل القدر عباده بن قرص الليثي هر بار میره به پیش از دوستانش به نماز خواندن. این قصه معروف است. دومی که این دیار اسلام بود به زمان معاویه رضی الله تعالی عنه و تحت سلطه معاویه دار اسلام بود و احکام اسلام جاری بود. اصل مردم اسلام بود. ما میگیم که اصل مردم در دار اسلام است. و این صحابی عباده وقتی که از غزوه آمده بود به اهواز رفت. طبعا اهواز جای دارالاسلام بود، جای مسلمین و خانه عباده رضی الله عنه اونجا بود. و یک رفیق داشت همیشه وقت میرفت به دیدنش، به امرش به نماز خواندن و دیگه، یعنی میرفت پیش مسلمین، البته پیش خوارج نه. و کلا و حاشا به اصحاب نبی صلی الله علیه و سلم که در دار کفر زندگی کنن. مثلا میبینه که اینا چطور حل کرده هستن، تلبیس کرده هستن، دار اسلام آوردن میخوایم سردار کفر تطبیق کنن. آذان که به دار اسلام صحابه بو عمل کرده میرفت به نماز آوردن به دار کفر میخواد تطبیقش کنن. و وقتی که آذان شنید و وقتی به طرف نماز میرفت خوارج کس را قتل کرده بود و عباده از قتل از یک خوارج کس را قتل کرده بود انکار کرد. ولی چجوری را قتل کرده؟ به همین سبب عباده را پرسان که تو کی هستی؟ گفت ما برادر شماست. فکر کرده که اینا نمیشناخت عباده رضی الله تعالی عنه که اینا هم اینا خوارج هستند. گفتن که تو برادر شیطان هستی. و بعد از این خوارج عباده رضی الله تعالی عنه را به قتل رساندن. و این مقلدین جاهل محمد مدنی میخوان که به این ادله یک بیچاره یک مسکینی که در پشت حق است او را از حق دور بودن و دین را برش بپوشانند. گویا ای که عباده رضی الله عنه به دار کفر رفته بود علیاذ بالله و به دار کفر آذان بود و باز حکم به اسلام شد کند میرفت به نماز خواندن. چرا به این استدلال میکنن که آذان شعیره هست. امروز هم احزاب اینا قوم مشرکین را ترک میکنند به حجت از اینکه اونا مسلمین هستند و مؤمن را قتل میکنند که به اینکه میگه ربی الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. به اینکه میگه قوم مشرکین هستند اینا به قتل میرساندن. عیناً صفات خوارج به اینا هست. نه با کسی که اینا ادعا میکنن با مخالفین خود که اونا خوارج هستند، بس صفات خوارج به اینا هست. صفات خوارج به اینا بخی برابری دارد. اونا صحابه را قتل کردن، اینا من مؤمن قتل میکنن. و این شبهه دیگر از این مخانیث جهم بن صفوان هم حل شد.
با شبهه دیگر آوردن گفتن که وقال احمد اذا صلى حكم باسلامه سواء صلى في جماعه او منفردا في المسجد او غيره في دار الاسلام و غيره. گفتن که احمد بن حنبل رحمه الله گفته است کسی که نماز بخونه حکم به اسلامش میشه، چی که به حساب جماعت بخونه یا منفرد بخونه یا در مسجد بخونه یا در غیر مسجد یا در دار الاسلام یا دار کفر. این بیچاره‌های مساکین فکر کردن که مردم افغانستان، تاجیکستان دیگه نمیفهمن که حقیقت چی هست، عربی بلد نیستن، در مدینه درس نخواندن، این گپ ها را نمیفهمن، فقط یک کلمه را قطع کرده هستن آوردن ماندن که اینه احمد بن حنبل گفته حکم اسلام میشه وقتی که نماز خوان. و جالبتر از این که سبحان الله از سند قول هم نمیگن که نشد رسوا شود، چرا اگه سند بگن خب باز مردم میفهمن گپ چی است. ولیکن خیر مشکل نیست، ما سند برشان میگیم مثل از اینکه همیشه برشان گفته هستیم. اول خو این قول در کتاب اختلاف العلماء لابن هبیره آمده جزء اول صفحه 146 و او اختلاف به این است که آیا کافر اگر نماز بخواند، کافر تمام، که اگر کافر نماز بخواند میشه که به اسلامش حکم کرد یا نه؟ باز اقوال ذکر کرده است. اول قول شافعی رحمه الله را میگه که به اسلامش حکم میشه و دار حرف فقط، نه به دار الاسلام، که به کافر اگر نماز بخونه به دار کفر حکم به اسلامش میشه، به دار حرب و به دار کفر حکم به اسلامش میشه، نه به دار الاسلام. یعنی کافر اهل یهود و نصارا به دار کفر به دار اسلام نماز بخونه حکم به اسلامش نمیشه. چرا؟ باز تفصیل میده دوجا. چرا میگه به دار اسلام نماز امر ضروری هست، به امر سلطان به زور اقامت میشه، کسی نمیتونه سرپیچی کنه و امکان داره کافر دیجا در دار الاسلام از زور یا مثلا استقیا یا باش مردم مسلمان بگی کار کنه، نماز بخونه که در بین مسلمین یک جای شوه، خلط شوه، ولیکن به دار حرب کسی مجبورش نمیکنه، خودش می نماز میخونه. از او خاطر میگه به دار حرب حکم به اسلامش میده، اما به دار اسلام کافر ببینیم نماز میخوان حکم به اسلامش نمیده. از اینجا واضح میشه که اصل قول که احمد بن حنبل گفته هست او به کافر هست که کافر است، کافر اصلی هست، نماز بخونه. آیا به نماز خواندن مجرد نماز خواندن حکم به اسلامش میشه یا نمیشه؟ و بعد از قول امام شافعی رحمه الله تعالی قول احمد بن حنبل را میارن که اگر کافر نماز بخواند و این نماز را قول ساقی قبل از ذکر کردیم که ترک نکنه، که نماز هست که متواتر نماز بخونه، زیاد نماز بخونه، حتی صلوات کثیره، کافر که نماز بخونه و زیاد نماز بخونه، احمد بن حنبل رحمه الله میگه حکم به اسلامش میده، در هر دار که باشه، کافر اصلی، چی به دار اسلام و چی به دار کفر. و باز قول امام شافعی و امام مالکی را میاره که اصلا حکم به اسلامش ندادن، قبل از ذکر کردیم این قولا که گفتن نماز از فروعات اسلام است، نه از اصول اسلام. اینا قدر بسپس شده هستن که قول حازمی را میارن. عجیب مردم هستن، از یک سو با او مخالف هستن در تکفیر حاضر و از یک سو برایش خوارج میگن. باز ببینی که برای نصرت حزب خود و برای مذهب خود که عمر حازمی گفته هست حکم به اسلام کسی میشه به مجرد شعیره. اصلا ما کره دارم که قول حازمی را ذکر کنم و قول کونا آورده هستن، چرا کسی نیست که به قولش استدلال شود و قولش حجت هم نیست، همین کافی است برای شبهه که قول عمر حازمی حجت نیست. و شبهه دیگر آوردن که و اسم الاسلام یجری علیه فی ظاهر اجماعا، بدون اینکه ذکر کنه این قول کی است و کی گفته است، برای چی گفته است. این قدر خبیث هستن، مثل این قوم نگه بودن، حتی متن کامل نمیارن. سبحان الله. این قول که اسم والاسلام یجری علیه فی ظاهر اجماعا، که اسم اسلام بالای ظاهر میتروان است به اجماع امت، ولا شک که این قول از ابن تیمیه هست. در کتاب توضیح الاحکام من بلوغ المرام جلد 5 صفحه 180 قال تقی الدین یعنی ابن تیمیه الزندیق منافق یرث و یورث. میگه زندیق و منافق هم ارث میگیره، یعنی وراثت هم ارث میگیره، هم از او ارث گرفته میشه، لانه علیه الصلاه والسلام لم یاخذ من تركه المنافق شيئا ولا جعله فيئا فعلم ان التوارث مداره على الفطره والاسم الاسلام يجري عليه في ظاهر اجماعا. اولا که دیجا ابن تیمیه درباره منافقین گپ میزنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از اینکه ایمان از اونها ظاهر بود، ظاهرا که ما همیشه گفتیم حکم به ظاهر میدیم، از باطن خبر نداریم، بلکه منافق باشه و بلکه هم مؤمن باشه. میگه حکم به ظاهر انسان میرفت و اون به دار اسلام بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم از منافقین هیچ مالشان بعد از اینکه هلاک میشدن نمیگرفت، نه غنیمت و نه فی. و همین است که اسم اسلام به ظاهر مردم روان است، نه به باطنش. و دلیل به این نیست که ما یک نفر در بین قوم مشرکین خودمون رو ببینیم و باز به او بگوییم که ظاهرا اسلام است. کدام ظاهره؟ ما ظاهره را بیان کرده هستیم. عیناً رسول الله صلی الله علیه و سلم به ظاهر عباس که مؤمن بود، ولیکن حکم به ظاهرش کرد، به کفرش کرد که خود رجعت بده وقتی که در غزوه بدر اسیر شد. اینا آمدن از این قول استدلال کردن که گویایی که اسم به ظاهر هر نفر که ظاهرش بود همین رقم جاری هست، بدون از اینکه ببینن ظاهر چی است. و ما ظاهر بیان کردیم که ظاهر کسی بر ما معلوم شود. در دار کفر وقتی که ظاهر بر ما معلوم شد، دین ظاهر شد، علنی شد، ما شناختیم که فلان نفر مؤمن است، او حکم ظاهری داره برای ما. به ظاهر ما را میفهمیم که این مردم احمد محمود مسلمان هستند ظاهرا، نه حقیقتا. حقیقتش والله تعالی علم، قسم که امام بروحی رحمه الله تعالی میگه. و همین مقصد ابن تیمیه است که میگه حکم به ظاهر اسلام است. ظاهر او است که ما میبینیمش به چشم خود، بلکه کسی را باش بگوییم که مؤمن و در حقیقت منافق باشه.
شبهه دیگر آوردن گفتن که اگر تکفیر ممکنه باز خود ما هم کافر بشیم. والله این قول رو احمقها و مجانین هم نمیگن که اینها گفتن. خیلی علامتشان نمیکنیم. وحی شیطان از برایشان میگن دیگه، هر چیز میگن برایشان میگه که شما فرق بین حکم باطن و حکم ظاهر رو تا هنوز نفهمیده هستید. و بیان کردیم با دروس قبلی که کسی که ایمانش پنهان است و آشکار نیست و او ظاهرا به حکم قوم خود هست اما باطنش مسلمان است و دل را هم آوردیم و باطن هیچ حکم در دنیا برایش متعلق نمیشه بلکه احکام و اسما متعلق به ظاهر است. وقتی که ما میگیم که اقوام مشرکین هستند به این معنی نیست که کسی که از مؤمنین از دوجه او هم رفته است، چون این مستثنا میشه یا به ظاهر که از او ظاهر شده است یا به او که به حساب ایمان خدا پد کرده هستند بازم به حکم به ظاهر به دنیا بالش میشه نه به حقیقتش. شبهه دیگر آوردن گفتن که احمد بن حنبل رحمه الله تعالی در زمان خود تکفیر عموم نکرده است با وجودی که قول به خلق قرآن ظاهر بود و انتشار یافته بود. اولا خب برایشان میگیم که احمد بن حنبل رحمه الله تعالی گفته است که دار وقتی که با او قول خلق قرآن ظاهر شود دار کفر است که در احکام که در درس احکام دیار ذکر کردیم. دوم این که این دلیل علمای سلاطین و بودپاکای تواغیت برای تواغیت خود میارن برای اسلام ماندنشان و حجت و دلیل میگیرن گویا که احمد بن حنبل رحمه الله تعالی مأمون و معتصم و او برادر کافر دیگرش را تکفیر نکرده است که یک مخرج برای تواغیت خود پیدا کنه که این احمد بن حنبل هم تواغیت را تکفیر نکرده است. حقیقت این است که احمد رحمه الله تعالی تکفیر کرده است عینا و هر کی میگه احمد تکفیر نکرده است کذاب و مفتری است. در کتاب السنة للخلال آمده است که ان ابو طالب قال قلت لأبي عبد الله انه مروا بترسوس بقبر الرجل فقال اهل ترسوس كافر لا رحمه الله فقال ابو عبد الله نعم فلا رحمه الله هذا الذي اسس هذا وجاء بهذا. ابو طالب میگه که با ابی عبدالله یعنی احمد بن حنبل گفتیم که اونها به ترسوس تیر شدن به قبر یک مرد. اهل ترسوس برازی قبر صاحب قبر گفت که الله کافر بودی الله رحمتش نکنه و احمد بن حنبل هم گفت که نعم بله الله رحمتش نکنه. این کسی بود که تأسیس کرد این چیز را و با چیز دیگر آمد یعنی از بدعت و کفریات. و واضح هست که در کتاب تاریخ مثل که در کتاب تاریخ ذهبی در کتاب السیر آمده هست که مأمون کافر ملعون به ترسوس دفن شده بود و این دلیل هست به اینکه عموم مردم مأمون را تکفیر میکردند و مثل اقوام مشرکین شما نبودند. در روایت دیگر در کتاب السنة للخلال آمده است که احمد بن القاسم قال لأبي عبد الله ابو عبد الله يعني احمد بن حنبل گفته شد الشافعي كلمك يعني بحضرة المعتصم میگه آیا شافعی در حضور معتصم امرت گپ زد؟ فقال اخزاه الله ذاك ما ارى على الاسلام الله متعال را بشرمانه او را ما اسلام نمیدیدم یعنی معتصم به اسلام نمیدیدم و این هم تکفیر معتصم. سیون برای یاران شیاطین میگیم که عموم عام مردم جهمیه نبودن بلکه به عقیده سلیم بودن در زمان احمد بن حنبل و تمام کتب اعتقاد و سنت پر است از الله جز شرذمه قلیلون کس دیگر جهمی نبودن نه اینکه عام مردم با گمان شما جهمی بودن علیاذ بالله. اینا میخوان که بگن تمام عموم مردم با زمان احمد بن حنبل با کفر بوده است و احمد تکفیرش نکرده است تا یک راه پیدا کنن ذریعه مسلمان گفتن این مجتمع کافر امروزی خود. ابو العرب محمد بن احمد بن تمیم التمیمی در کتاب خود المحن گفته است که از احمد بن حنبل که ذکر میکند بعد از اینکه معتصم کافر احمد بن حنبل را به قصر خود عذاب میکرد که بگو قرآن مخلوق است یعنی و احمد بن حنبل رحمه الله میگفت که قرآن کلام الله است غیر مخلوق. خلاصه بسیار عذابش کرد ولتش کردن و زدنش تا بالاخره کمرش شکست و خونش جاری شد و کشش کردن با کالاهایش لباسش کش کردن بردنش بیرون همراه جلالدین و جلالدین وقتی که برآمد با عام مردم گفت که این احمد مرد. و وقتی که وزیر کافر معتصم ملعون ابن ابی داود المعتزلی جهمی کافر زندیق از قصر برآمد مردم دم روی ابو داود را گرفتن که با صدای بلند و با وجه تهدید به وزیر معتصم به ابن ابی داود میگفتند که احمد را قتل کردین شما احمد را قتل کردین یعنی به اینکه خلاص شما را نمیمونیم یعنی تا اندازه که وزیر لعنتی ترسید که حال مردم ما را نکشن و از ترس گفت که نکشتیم این زنده هست. و باز میگه قال ابو عمران فأتت رسل اهل خراسان بريشة السوداء وريشة حمراء وريشة بيضاء که از طرف اموال خراسان از طرف والی خراسان به دولت معتصم رسول خراسان به معتصم رفت با پر سیاه و پر سفید و پر سرخ و والی خراسان به معتصم نشته بود که پر سرخ یعنی خون یعنی از طرف مردم است مردم میکشیدن و پر سفید به علیه خروج میکند و پر سیاه طاعت میکند یعنی ایرا اهل خراسان روان کرده با مامون. حتی اهل خراسان برازی بودن که
با احمد بن حنبل نبو علي احمد بن حنبل. وهمچنان ولي يمن بمعتصم نوش که يا امير المؤمنين، طبعا امير الكافرين كنا امير المؤمنين يعني امير از اونا بود، کنشته بود که الله في احمد بن حنبل، که از الله بترس که تمام جای از دست رفته است، به علیت خروج میکنن بخاطر احمد. باز معتصم کافر احمد بن حنبل رحمه الله را اله کرد. ایام مردم بودن. امروز کجاست اقوام مشرکین شما که شب و روز برای اسلام ثابت کردنشان که انسجن در جنگ هستید. دلیل دیگر از یزید بن هارون رحمه الله تعالی، یزید بن هارون شیخ امام احمد بن حنبل بود که هم میگه که عام مردم به اسلام بود و به عقیده سلیم، نه به عقیده جهمی. در کتاب الابانة الكبرى المروذي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. کسی به این گمان باشه که الله متعال بالای عرش است بخلاف ازی که قلوب عام مردم، بخلاف ازی که عقیده عام مردم به او است، یعنی عقیده عام مردم به بود که الله متعال فوق در آسمان است، فوق عرش خود، فهو جهمی، پس او جهمی است. یعنی اگه خلاف عقیده مردم رو داشته باشد او جهمی است. از این ثابت میشه که عام مردم به عقیده سلیم بودن، نه در عقیده تجهم. حالا بین عوام مشرکین زمان خود را ببینیم. این را خبان که بفهمند که الرحمن العرش استوى یعنی چی، که الله به آسمان است، میگن که الله به هر جای است. فضل نزدیک که بفهمند که الرحمن العرش استوى یعنی چی. و صفت علو الله متعال از است دین است و هر کی را نفهمد کافر است و جهمی است و جهل هم برایش عذر نیست. با شبهه دیگر آوردن که شما هم را کافر گفتین، هیچ مسلمان نماند. اولا که هم را تکفیر نکردیم الا که استثناء میکنیم با وجود قلت المسلمین بینشان که بارها گفتیم و تکرار هم میکنیم. دوم باز هم بدانید که تکفیر عموم ظاهر است نه باطن، و تکفیر عموم شامل عیان باطن و کسی که ظاهر است اسلامش نمیشه. دومین که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که عن ثوبان قال رسول صلی الله علیه و سلم: لا تزال طائفة من امتی ظاهرین على الحق الى آخر حدیث، که همیشه طایفه از امتم ظاهر است بر حق و این وجود داره، امروز هم هست و کسی منکر از هم نمیشه. سوم به کسانی که بر سخت همش تکفیر کل زمین، مثل که ابوبکر گفت که الارض کافره، که زمین کافر شده است، برایش میگیم که هون علیک، یعنی کما که صبر داشته باش، مثل که عرب مردم برش میگن راحت باش. احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را نشنیده هستند و نفهمیده هستند و ندیده هستند که رسول الله صلی الله علیه و گفته است بر روی زمین کسی نمیماند که بگوید الله الله. ان انس قال رسول صلی الله علیه و سلم: لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، رواه المسلم، که قیامت برپا نمیشه تا که در روی زمین کسی نماند که بگوید الله الله. حالا برش بگوین که رسول الله صلی الله علیه و هم مرا کافر گفت، هیچ مسلمان نماند. چرا قسمی که شما ادعا میکنین گویا که مسلمان شما همیشگی هست، هیچ خلاص نمیشه، به خیر است، به ترقی است و پیشرفت است و زیادت است، نه به کمی. در اخیر برای محمد مدنی میگیم قسمی که به کتاب الدر السنیه آمده ها جلد 10 صفحه 190، بعد این که رد به یک جاهل میکنند برش میگه که ما هم با محمد مدنی میگیم: فاذا كنت لا تعرف من الاسلام الا ما يعرفه الجهلة العوام فدع عنك التعرض لاهل الاسلام بالسفسطة في الكلام تصنعا عندما لم يعرف الشحم من الاورام فليتك امي تدري انك لا تدري. اگر تو از اسلام نمیفهمی جز ای که جهال عام مردم فهمیدن، خیلی اعتراض را از اهل اسلام بان، اعتراض نکو با ما، کلام خود را وهم جور کنی و زینت بیتی برای کسی که چربو را از گندگی فرق کرده نمیتواند، مثل مقلدینت کونا نمیتونن فرق کنن حق را از باطل. ای بی سواد، ای کاش میفهمیدی که تو نمیفهمی. الحمدلله که با بیان درس خود رسیدیم و بیان کردیم احکام دیار را و اصل مردم در دیار را و حکم اغلبیت را و حکم کسی که ایمانش ظاهر است و حکم کسی که ایمانش مستخفی است. در اخیر رد ما برای محمد مدنی و مقلدین محمد مدنی برای مجادله نبود و نه برای خصومت بود، بلکه بیان امرشان و اشکالشان و تلبیسشان و فتنهشان برای مردم بود. و ما الحمدلله مقلد و مطیع سلف هستیم که با کسی مناظره نمیکنیم و در دین خود مجادله نمیکنیم و نه هم خصومت میکنیم با کسی، ولیکن امر اهل ضلال را عام بیان میکنیم. قسمی که سلف این کار را کردن. احمد بن حنبل رحمه الله تعالی و تابعین با هیچ کسی مناظره نکردن. احمد را بزرگ می آوردن که با جهمیه مناظره کنند، به زنجیر میکشیدنشان و سلف اکتفا میکردند به بیان حالشان و فتنهشان که مردم به فتنهشان نیفتند. و ما هم این رقم بیان حال محمد مدنی را کردیم از تلبیسی که در دین کرده هستند و برحذر میکنیم مردمایی که از محمد مدنی میشنوند و تقلید کورکورانه او را میکنند. و همچنان برای محمد مدنی و مقلدینش نصیحت میکنیم و الدین نصیحه و انی لکم ناصح امین، مثل نصیحت عبداللطیف بن عبدالرحمن با حمد بن عبدالعزيز که میگه: والذي اوصيك به القيام لله في هذه الفتنة الشركية التي اشربتها قلوب اكثر الناس، واذكر قول ابن قيم في إغاثته: ولا ينجو من الشرك هذا الشرك إلا من عاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله، إلى آخره. كتاب الدر السنية جلد 8 صفحه 396.
که میگه برایش تا نصیحت میکنیم که با الله متعال محکم باشید، با دین الله متعال محکم باشید، از این فتنه شرک که قلبهای اکثر مردم ایران نوشیده هستند. و قول ابن قیم را برات یادآور میشم که در کتاب اغاثة اللفحان، کتاب ابن قیم، که میگه ولا ینجو من الشرك هذا الشرك الا من عاد المشرکین فی الله. و از این شرک هم هیچ کسی نجات نمیافه مگر کسانی که دشمنی کردن با مشرکین به خاطر الله متعال و تقرب بمقتهم الى الله، و به نفرت از اونا تقرب کردن به الله متعال. همین رقم برای شما نصیحت میکنیم، از این شرک اقوامتان نجات نمیافه مگر می که باشون دشمنی کنید و تقرب کنید به الله متعال از بدبینیشان و از نفرت آنها. و براتون میگه مثل که عبداللطیف گفته است که ثابت باشید به دین الله متعال، که از این فتنه شرک که اغلب و اکثر قلوب مردم را نوشیده هستند. و برای مقلدین محمد مدنی قول ابن رجب را میگیم در کتاب فضل علم السلف على علم الخلف، که گفته است قد فتن كثير من المتأخرين بهذا فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو عالم ممن ليس كذلك. گویا ای که خاص برای اصحاب محمد مدنی و امثالشان است، کسانی که امیر را گرفته هستند در پیش، که برایتان میگه که اکثر مردم از متأخرین، از کسانی که بعد از سلف آمده هستند تا امروز و زمان ما، در این فتنه افتیده هستند و فکر میکنن که هر کی که کلام زیاد شوه و جدال کنه، مثل که محمد مدنی با هر کی جدال میکنه و گپ میزنه و رد میزنه و نمیفهم چی میکنه، جدال میکنه و خصومت میکنه در مسائل دین، فکر میکنن که او عالم تر است از کسی که این رقم مثل جدال نمیکنه و گپ زیاد نمیزنه. و هذا جهل المحض. برایتان میگه که این جهل محض است. باز میگه وانظر الى اکابر الصحابه و علمائهم كابي بكر و عمر و علی و معاذ و ابن مسعود و زید بن ثابت کیف كانوا. ببین با بزرگای صحابه و علمای صحابه کی بودن؟ ابی بکر، عمر، علی، معاذ، ابن مسعود و زید بن ثابت چه رقمونا بودن رضی الله تعالی عنهم. کلامه اقل من کلام ابن عباس. میگه کلام از اونا اقل تر از کلام ابن عباس رضی الله تعالی عنه بود. و این حق است، از ابن عباس رضی الله تعالی عنه که کمتر گفتن، یعنی و نمیفهمیدن. و هم اعلم منه و كذلك كلام التابعين اكثر من كلام الصحابه والصحابه اعلم منهم. و همین رقم ابو بکر و عمر و علی و معاذ و مسعود بالاتر و زیادتر میفهمیدن از ابن عباس. و همچنان کلام التابعین زیادتر از کلام الصحابه بودن، در حالی که صحابه از اونها زیادتر میفهمیدن. وكذلك تابع التابعين كلام أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلى منهم. وهمچنان تابع التابعين كلامشان گپ زدنشان زیادتر از کلام گپ زدن التابعين بودن. و این شک نیست که تابعین از اونها که زیادتر میفهمید. باز میگه فلیس العلم بكثرة الروايات ولا بكثرة المقال. علم با کثرت روایات نیست مثل که محمد مدنی است، میگه که ما خوانده هستیم، و نه هم با گپ زدن زیاد، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد حق ويميز به بينه وبين الباطل. میگه علم نور هست که به قلب بنده انداخته میشه که بنده حق را از باطل تمیز کرده میتونه. پس هر کی که حق را فهمید و حق را از باطل تمیز کردانست او عالم است، نه هر کی که در جامعه مدینه درس خوانده باشه. چی بسا کسان هستند در جامعه مدینه درس خوانده هستند امروز حق را نمیبینن، کور هستند و حافظ قرآن هم هستند. شما فریبی را نخورید که مدنی کل حیاتش در جدال مناظره بوده و هر کی ساعتها گپ میزند تا غالب شود و مدح شود، و این معلوم است، نه اینکه بیان کند که اصل موضوع چیست، فقط در خصومت است، در جدال است، زیاد گپ میزند. فکر نکنید که میفهمد. ابن رجب میگه که این جهل محض است. کسی که رب خود را شناخت او عالم است، کسی که اوامر الله متعال را شناخت او عالم است، کسی که به خاطر دین الله متعال به قصه شیخ خود نشد او عالم است. کسی که کفر و شرک را دید تکفیر کند، باز نگوید که ما فلان و فلان تکفیر نکردم، ما هم تکفیر نمیکنم، و این باز علم نیست بل جهل است. و همچنین امام الالکایی رحمه الله تعالی در مقدمه کتاب خود شرح اصول اعتقاد اهل سنه گفته است که وصار كل من اراد صاحب مقاله وجد على ذلك أصحاب الاتباع وتوهم أنه ذاق حلاوة السنة والجماعة بنفاق بدعته، وكلا أنه كما ظنه أو خطر بباله إذا أهل السنة لا يرغبون عن طرائقهم من الاتباع وإن نشروا بالمناشير ولا يستوحشون لمخالفة أحد بزخرف القول من غرور أو بضرب من أمثال زورا. میگه هر کی که کم مشهور شد به عبارات امروزی و صاحب یک مقاله شد، نامش معروف شد، با خود اصحاب اتباع یعنی مقلدین پیدا میکند و فکر میکند که طعم سنت و جماعت را چشیده است، با وجود نفاق بدعتش هرگز چنین نیست که گمان میکند یا با فکرش رفته است، بلکه اهل سنت کسی هست که از راه خود دور نمیشن به اتباع یعنی تقلید صحابه، تابعین، تبع تابعین، ولوی که اگر به اهره کشیده شوند و اهره شوند و به وحشت هم نمیافتند به مخالفت کسی که برایشان میکند، از قول فریب، از قول دروغ و تلبیس یا به گفتن مثال دروغ. و همچنین امام بروحی رحمه الله تعالی در کتاب شرح السنه خود گفته است: واعلم رحمك الله ان العلم ليس بكثرة الروايات والكتب ولكن العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الروايات والكتب. بفهم که الله تعالی رحمت کنه که
علم با کثرت روایت و کثرت کتاب نیست که زیاد کتاب نشته کرده باشه. فلانا شیخ قدر کتاب نشته کرده است و زیاد روایت کرده، زیاد گپ زده است. ولكن عالم کس است من اتبع العلم و السنن، که کسی پیرو علم باشه و پیرو سنن رسول صلی الله علیه و سلم باشه، پیرو منهج عقیده رسول صلی الله علیه و سلم باشه، نه مخالفت کنه و نه از دل خود چیز دیگر بیاره و نه ترحم کنه بالای مشرکین که رسول الله صلی الله علیه و سلم بری بوده است. و ان کان قلیل العلم والکتب، ولوی که کسی که اتباع سنت میکنه، ولوی که صاحب کم علم باشه و کتاب کم داشته باشه. و من خالف الكتاب والسنه فهو صاحب بدعه، و کسی کتاب و سنت را مخالفت کنه صاحب بدعت است. و این کان کثیر روایت والکتب، ولوی که زیاد روایت کنه و زیاد کتاب داشته باشه. و عالم به این نیست که دعوا داره که محمد مدنی با جامعه مدینه درس خوانده است. با جامعه مدینه کسان درس خوانده که کافر هستند، بل اساتید جامعه مدینه کفار هستند و علمشان هم زیاد است، مثل خر که بار را کش کنند. ولكن کسی که رب خود را شناخته است، موحد است، از صدها عالم بل از همه آنها عالم تر است. حال به این که مدنی و امثالش معروف مشهور است با یوتیوب و تلگرام و در بین عام نامش پخش است. هر کی مخالفت کند ولو اگر به حق باشد، همه دهن خود را برای او باز میکند. بشیری که به امام شافعی رحمه الله تعالی نسبتش میتن که میگه یمشی الفقیر و کل شیء ضده و الناس دونه تغلق ابوابها، که فقیر در راه رفته است و همه چیز به ضدش است و همه مردم دروازه را برایش بسته میکنند. اهل حق غریب امروز همینطور اهل باطل مشهور، همه برایش خوش آمدی میگه و اهل فقیر بیچاره بر حق باشه همه برایش دروازه خود بسته میکنن. و تراها ممقوتا وليس بمذنب و یرى العداوه لا یرى اسبابها، ببینی که بیچاره منفور است، همه بدش میبینه. فقیر کسی که به حق است و هیچ گناهی هم نداره، ولكن دشمنی را میبینه و نمیفهمه به خاطر چی امروز دشمنی شده است. امروز دشمنی میشه، خوارج گفته میشه و هیچ وصف صفت خوارج برایش نیست و سببش را نمیفهمد که چرا برای خوارج گفته هستین. حتى الكلاب اذا رأت ذا غنيه انحنت اليه وحركت اذنابها، وقتی که سگ غنی و مشهور و معروف ببینه و از خود را امیر رقم پایین میکنه، مشکنه نفس خود را و دنب خود را شور میته، همین دنبک میزنه و سگ امیر رقم عادت داره. حقیقتا امیر رقم روز سبحان الله مشهور از شیخ فلان وقتی گپ بزند همه باز دنب خود را مثل سگ شور میته. بچا پولوسی شیخ گفته که شیخ فلان به این مسئله اینطور گفته است و جماعت ما و حزب ما اینطور گفته است. هر جماعت ما گفته است همو صحیح است، همو قسم هستیم، ما هم با مو هستیم. و باز میگه که و اذا رات یوما فقیرا عادیا نبحت علیه و کشرت انیابها، و وقتی که سگ فقیر را ببینه در راه و زمین رقم دندانای خود میکشه و دهان خود را باز میکنه، زبان خود را بیرون میکنه با چیخ زدن. عیناً امروز اگر اهل حق مشهور نیستن بگن قال الله و قال رسول، هم دیگرا برایشان دهان خود را با مانند سگ علیش باز میکنند، چیخ زده که تو کی هستی، میگی در کجا درس خوانده هستی. و باز میگه ان الغني اذا تكلم بالخطا قالوا اسبت وصدقوا ما قال واذا الفقير اصاب قالوا كلهم اخطات يا هذا وقلت ضلالا. اگر غنی گپ بزنه، اگر شیخ مشهور گپ بزنه به خطا هم باشه، میگن که تو صحیح گفته هستی، همشون میگه صحیح گفته هستی، میگه تو درس خوانده هستی. ولکن اگر مشهور نباشد فقیر گپ بزند، همشون میگه که خطا گفته هستی و قول ضلالت گفته هستی. بس به مقلدین محمد مدنی میگیم که به مانند کسان نباشن که وصفشان امام شافعی رحمه الله تعالی در شعر کرده است. همچنان امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی میگه که یأتی علی الناس زمان یکون المؤمن فیه بینهم مثل جیفه و یکون المنافق یشار الیه بالاصابع. روز میآید بالای مردم که مؤمن مثل جسد در میان آنها است و منافق به طرفش با انگشت ها مردم اشاره میکنه که نه فلانا گفته است. مؤمن اصلا در بینشون گم است، مثل جسد مرده وار است. یعنی وقت مؤمن حق را بگوید، باز منافقین مذبذبین میگه که فلان شیخ اینطور میگه، فلان شیخ اینطور میگه و همه طرف همون شیخ گمراه زال اشاره میکنه که فلانا شیخ گفته است. و کسانی که صفت برش باشه او پشت حق نیست، او پشت اشخاص است که برای نصیحت میکنه که خود را به جهل و نادانی نندازید. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را به روشنی ترک کرده است که شبش مثل روز است. ان ارباط بن ساریه وعدنا رسول الله صلی الله علیه و سلم موعظه ظرفت منها العيون ووجدت منها القلوب فقلنا يا رسول الله ان هذه لموعظه مودع فماذا تعهد الينا. که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک موعظه داد، موعظه بسیار محکم که حتی چشمهایشان پر اشک شد و قلبهایشان خاشع شد. برای رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که یا رسول الله این تو معلوم میشه که یعنی پند آخری است، موعظه آخری است و دا میکنی میرجه با ما چی عهد میتی؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ترکتکم علی البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها بعد الا هالک، که ما شما را با روشنی ترک کردیم که شبش مثل روزش است و از این کسی بعد از ما دور نمیشه مگه که هلاک شود. تعصب و حب جماعت، حب شیوخ ربانت و حب الله و رسولش صلی الله علیه و سلم را پیش بگیرید. شیوختان و جماعتتان شما را به جنت نمیبرد. الله متعال میگه فدعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. الله متعال امیر رقم بخوانید، امیر رقم عبادت کنید که مخلص باشین برایش، خالص به خاطر الله متعال، ولوی که کفار شما را بد ببینند، ولوی که مجرمین شما را بد ببینند، ولوی که جماعت شما را بد ببینند، ولوی که احزاب شما را بد ببینند، ولوی که اقوام شما را بد ببینند و کره داشته باشد.
و محمد مدنی بدان که رجوع به حق در آخر راه هم از بهترین است. زیاد مغرور نباش و نه فریب مکانت و منصبت را بخو و ترسی را نداشته باش که باز مردم برایت خوارج بگویند، بل به کسی که از ما و تو بهترتر بود برایش دیوانه و جادوگر گفتن، کلمه شنیدتر از خوارج برایش گفتن. پشت رضایت مردم نباش و پشت رضایت الله متعال باش. عجیبت است که روز قیامت ملائکه به سینیت بزنه که دورت کنه از حوض رسول صلی الله علیه و سلم. و بعد از بیان این هم ادله و اقامه حجت باز هم اگر انکار کنید، والله جز از معاند متکبر نیستین و عناد و تکبر در قبول حق کفر است بالله متعال. بس الله في ایمانکم، الله في دینکم، الله في آخرتکم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وشكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك من خير ما تعلم، أعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.